سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 24 سپتامبر است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جامعه جهانی را از خوف اوج گرفتن تروریسم در افغانستان هشدار داد. جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگرباره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد. یک عائله جوان که از خوف کشته شدن از سوی طالبان در تاجیکستان پناه برد، طفل نخستین را به دنیا آورد. 2 بار مرا به سرم حمله کردند و من جان به سلامت بردم که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن. قزاق‌هایی که برای رهایی نزدیکانشان در زندان‌های شینجان در نزد سفارت چین در قزاقستان اعتراض کردند، بازداشت شدند. او را مجبورند به ماشین سوار کرده دزدیده به چین بردند. در ماه دکبر 4 سال می شود. حالا او زنده است یا مرده است هیچ کس نمی‌داند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی آنلاینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طالبان را تنقید کرد و گفت افغانستان دیگر باره به لانه تروریستان تبدیل می‌یابد. سخنرانی رئیس جمهور روز 24 سپتامبر در این نشست نشر شد و او دیگر باره طالبان را به قتل و آدمکشی در دره پنجشیر متهم کرد و افزود که جامعه جهانی باید به این رفتار طالبان چشم نپوشد. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگرباره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که به کارهای داخلی افغانستان مداخله نمی کند، ولی در این کشور باید حکومتی همه شمول با شرکت همه اقلیت‌های ملی و قومی به خصوص تاجیکان تشکیل شود که 46% مردم افغانستان را تشکیل می‌دهند. پس از غصب شدن حکومت در افغانستان از سوی طالبان، 10 تن از نظامیان و ساکنان ملکی از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. همکارانم نگاره فضل‌الدین و علیشیر ظریفی به سراغ یکی از چنین خانواده‌های پناهنده افغان رفتند که اخیراً در خانواده آنها طفل به دنیا آمده است. موهنای 4 ماهه جنگ در افغانستان سبب شد که این طفل نه در ولایت تخار بلکه در ناحیه رودکی تاجیکستان به دنیا آید. موهنا نخستین فرزند یک عائله جوان افغان است که خانواده‌اش ماه می از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد. واقعا بسیار مشکلات و دشواری را کشیدیم تا اینجا که رسیدم. من تا آخرای ماه نو بود، من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم، حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت، چون او مشکلات خود یک مادر، خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر با مشکل مواجه است. ولی چون به خاطر آینده، به خاطر نگران بودن وضعیتمون، ما گفتیم که اگر طفل ما به دنیا بیاید افغانستان، باز ما امو خرج مصرفی رو نداشتیم که 3 نفر باز ما پاسپورت و ویزا و چیزایش بگیریم. به خاطر گفتیم میشه که در کشور دومی بریم به اونجا به دنیا بیاید که برش یک امیدواری برای آیندهش باشه، مثلا پاسپورت هم کشور بگیره دیگه. تهمینه دانشگاه را ختم کرده است و میگوید در ولایت تخار به حیث فعال جامعه مدنی کار میکرد. شوهرش در کمیسیون انتخاباتی کار میکرد و به قول او طالبان بارها به او تهدید به مرگ کردند. من تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد در ولسوالی‌ها نهایی‌های مختلف و کار میکنن که حتی کارمندای بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان قطع کردند، کشتنشان، ترورشان کردند، از بین بردن. همین طالبایی که فعلا حکومت ما را گرفتن. اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت‌ها و همه چیزش پیش ما است، 2 بار ما را به سرم حمله کردند و من جان به سلامت بردم که ما را میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن که ما چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از ذهن‌سازی میکنم، دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری. پدر کودک حالا کار نمیکند. اجاره خانه در ناحیه رودکی بیشتر از 1000 سومانی است. من مثلا 18 سال تحصیل بکنم، بیم در کشور دونگی
بیکار باشم و کار برای ما پیدا نمیشه. مشکلات اقتصادی از یک طرف دامنگیری ما شده، مشکلات بیکاری از یک طرف دامنگیری ما شده. با وجود مشکلات زیاد، تولد فرزند در خانواده امید آنها را به فردای نیک بیشتر کرده است. با این مصروف هستیم، با خندگکایش، با قصایکایش، با چیرهش، با سیما. والدان موهنا آرزو دارند که دخترشان شهروندی تاجیکستان را صاحب شود و آینده کار و زندگیش را در کشور ادامه دهد، اما نمیدانند که تا کجا این امکان پذیر است. حقوقشناس دلشاد جوراєв میگوید این طفل شانس صاحب شدن شهروندی تاجیکستان را داراست. طبق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، اساس برای پیدا کردن شهروندی تاجیکستان، یکی از اساسهایش این تولد شدن در قلمرو جمهوری تاجیکستان می باشد. 2 روز اخیر از مرز تاجیکستان و قرقیزستان خبرهای نگران کننده می رسند. 23 سپتامبر مقامات محلی اسفره گفتند که چند شهروند تاجیکستان از جمله کودکان هدف سنگزنی و لطوکوب قرار گرفتند. امروز خدمات مرزبانی قرقیزستان اظهارات داد که گویا طرف تاجیکستان 2 مکتب بچه قرقیز را از اسارت خود آزاد کرده است. مقامات تاجیکستان نه حادثه روز گذشته و نه این اظهارات را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا از او میپرسم که خبری آخر وابسته به این حادثه ها چی است؟ بله عبدالله، ساکنان محلی طرف قرقیزستان را در سرزمین ماجرا ابدار میکنند، ولی مقامات قرقیزستان حادثه را تماما به طور دیگر شرح داد. تاجیکان را گناهکار میشمارند. رئیس محله سامانیان صادق نبیف میگوید مکتب بچگان تاجیک هنگام بازگشت از درس ناگهان هدف حمله قرار گرفتند. چندین نفری آنها از جمله طالبان صنف‌های ابتدایی از سنگزنی قرقیزها مجروح شدند. این سبب گشته است که اهالی محلی به کوچه برند و از خرسالان حمایت کنند. در نتیجه زنازنی به عمل آمد و 4 ساکن محله ما زخمی شدند. برای روشن کردن حادثه مذکور ما با یکی از زخم شدگان هم صحبت شدیم. جوربای نصرالدینov ساکن محله سامانیان که حالا در بیمارخانه چارکو بستری است به ما گفت صدای غوا او را مجبور کرد بیرون برای تا ببیند چی گپ است، ولی دفعتا هدف حمله قرار گرفت. تشخیص طبی نشان داده است که در این حمله بینی او شکسته است و سر پسر خردسالش هم احسان جان ضرب خورده کفیده است. پسرش هم حالا همراه جوربای نصرالدینov در بیمارخانه بستری است. حالا به گفته آنها وضعیت چگونه است میرزانبی؟ ظاهرا وضع آرام است. مقامات دو طرف این حادثه را بررسی کردند، ولی طوری به نظر می رسد هر یکی از طرفها خود را بیگناه می شمارد و طبق معمول گمان است کسانی که این اغوا را راه اندازی و عملی کردند مجازات شوند. این حالت به تکرار شدن حادثه های همسان راه می کشد. رئیس محله سامانیان صادق نبیف به ما گفت هرچند وضعیت در محله کوکتاش سامانیان آرام به نظر می رسد، ولی وی باور ندارد که کاملا آرام می ماند و او ادعا کرد که جنجال برای آب ادامه می کند. فرار شکافوندگی ما از بروتش می پرتاب شما با یعنی جنس شکستگی ولازه بسکراو یعنی اچون رو برو اصلا امروز بوده چی کردم و یک برو پلیکلینیک گذارنده بوده بسیر کردم اساسی وی ها کوچ بستنی ساکنانی سامانونی بولا اقوام اینجا بعد و یک آب خودهی شدن بعد ما با همین آب فروشنده. دهه سامانیان جماعت چارکو در بهار امسال یکی از مکانهای نزاع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود. در آن حادثه خانه چندین ساکنان ده سوخته و ویران شده بود و در همین حال یک ماجرای دیگر در ناحیه لیلک رخ داده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید افراد ناشناس 2 مکتب بچه قرقیز را بازداشت کردند. به این ترتیب میبینیم گپ از 2 واقعه گوناگون میرود. تشکر میزنم برای صحبت. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر آن مشخص و علامت گذاری شده است. همه ساله در منطقه‌های بحثی مرز دو کشور با سبب‌های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می‌زند. در پی مناقشه مسلحانه روز 28-29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می‌کنند. دادستانی‌های کل دو کشور در پیوند به این حادثه پرونده گشوده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. پلیس قزاقستان شام 23 سپتامبر حدود 10 نفر را که با طلب رهایی نزدیکانشان از بازداشتگاه‌های شینجان
در نزد سفارت چین در شهر نورسلطان جمع آمده بودند بازداشت کرد. در این باره فعال مدنی قزاق‌تبار بویبالات کوربانگولی که برادرش در یکی از بازداشتگاه‌های منطقه شینجان چین نگهداری می شود خبر داد. از اولی هفته روان به این سو در نزد سفارت چین در نورسلطان حدود 10 نفر گردی همایی کرده رهایی نزدیکانشان را از بازداشتگاه‌های شینجان طلب کردند. شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. سال 2018 اسکر азадбеки қазоқистонӣ аз сӯи мақомоти чин ба ҷосусӣ айбдор ва ба 20 соли зиндон маҳкум гардид. ӯро дар қаламрави маркази байналмилалии ҳамкории назди сарҳадии хоргос замоне боздошт карданд ки барои харид рафта буд. و شهروند قزاقستان است. او شناسنامه قزاقستان و شهادتنامه قزاقی دارد. او را مجبورند به ماشین سوار کرده دزدیده به چین بردند. در ماه دکبر 4 سال می شود. حالا او زنده است یا مرده است هیچ کس نمی‌داند. даҳо шаҳрванди қазоқистон ки беш аз 200 рӯз дар назди бинои консулгарии чин дар алмато эътироз карда буданд аз сарнавишти наздикони худ хабар надоранд. ҳоло онҳо кӯшиш доранд ки бо дипломатҳои хориҷӣ дар нурсултон тамос бигиранд, аммо бенатиҷа. мо аз чин пул ё замин талаб намекунем. шавҳарамро ҷавоб диҳед. мо ором мешавем ва ҷанҷол намекунем, аммо онҳо ӯро раҳо намекунанд. чаро? чаро шумо ӯро дар он ҷо нигоҳ медоред вақте ки оилаву 2 фарзандаш дар хона интизоранд? намояндаи вазорат ба назди эътирозгарон баромада онҳоро барои мулоқот ба вазорати корҳои хориҷии қазоқистон даъват кард. ҷониби қазоқистон ба чин нота фиристод. вазоратҳои мо бо ҳамдигар дар тамосанд ва ин масъалаҳо матраҳ шудаву ба оҳистагӣ ҳалли худро меёбанд. баъзе шахсонро аллакай бозгардонданд. болат сирлибоев нагуфт ки мақомоти чин ба онҳо чӣ посух додаву умуман вокунише нишон медиҳанд ё не. мо ба вазорати корҳои хориҷӣ меравем, онҳо мегӯянд ки нота фиристоданд. ин албатта дуруст аст, вале чин посухе намедиҳад. агар онҳо ҳамин тавр хомӯш бошанд, мо бояд чӣ кор кунем? мардум бо сар додани шиор сафири мухтори чин дар қазоқистонро ба муколама даъват карданд, вале ҳеҷ як аз намояндагони консулгарӣ ба назди эътирозгарон набаромад. дар ин ҳангом як зани бознишаста ки бо эҳсос дар бораи тақдири писарони дар чин бенишон шудааш ба кормандони пулис нақл мекард, аз ҳуш рафт. мошини ёрии таъҷилӣ баъди ним соат ба маҳалли ҳодиса расид. пизишкон пас аз муоинаи зан гуфтанд ки ӯ аз ҳад зиёд афсурда шудааст. кормандони пулис бо чанд нафаре ки бо либосҳои мулкӣ навбатдорӣ мекарданд, эътирозгаронро пароканда насохтанд. гузориш дар бораи шиканҷа ва таҳқир дар урдугоҳҳои шинҷон як рӯз пеш аз ҷониби аъзои минбари уйғурҳо дар лондон шунида шуд. қазоқҳои қавмӣ собиқ маҳбусони урдугоҳҳо дар бораи шароити ғайриинсонии боздошт дар асорат сухан гуфтанд. ҷониби чин минбари уйғурҳоро амали сиёсӣ номидааст. мулло нуриддин туробӣ яке аз поягузорони толибон дар суҳбат бо Associated Press гуфтааст ки ҳаракат аз ҷазоҳо мисли буридани даст ва қатл даст намекашад, аммо эҳтимол мисли пешин дар маҳзари ом ин корро анҷом надиҳанд. туробӣ гуфтааст ки нигарониҳои кишварҳои хориҷиро аз иҷрои ҳукми қатл намепазиранд ва ҳушдор додааст ки ҷаҳон бояд ба умури дохилаи ҳукумати толибон дар Афғонистон дахолат накунад. هیچ کس حق ندارد به ما گوید که قانونهای ما باید چگونه باشند. ما قانونهای خود را با پیروی به اسلام و قرآن تهیه میکنیم، گفته است توروبی. از زمان غصبی حکومت در کابل روز 15 آگوست جامعه جهانی به عملکرد طالبان نظارت میکند که آیا طالبان قانونهای ظالمانه خود را مثل سالهای 90 برقرار میکنند یا خیر. اظهارات این عضو ارشد طالبان از آن گواهی میدهد که ظاهرا طالبان از جهانبینی محافظه را کارانه خویش عقب نمیگردند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خداحافظ.